سلام علیکم رئیس بامین جان. خدا کنه صحتمند باشین. سلام و احترامی مرا به تمام هموطنان عزیز ما، قماندان صاحبا، سرگروپ ها، مجاهدین، وطندارای عزیز ما، از ولایت بلخ باشن، ولایت سرپل، ولسوالی های مختلف ولایت سرپل، ولسوالی های مختلف جوزجان، سمنگان و دوستایی که از فاریاب میبینین از نقطه و تک تکشان سلام احترامی مرا تقدیم بکنین. به برادرای ولسوالی های کشیندی، چمتال، چاربولک، بلخ و جای مختلف از تنج و همچنان از سرپل، ولسوالی کوهستانات و سیات مرکز شهر سرپل و یا ولسوالی دیگه که سوزمقله، هر جایی که بوده باشن از ولایت مختلف همچنان احترام مرا به تک تکشان وسیله شوین. برای کلتان صحت و سلامتی و سرفرازی آرزو میکنم. خداوند این مشکلات به خیر سپری بکنه و همین ما شما دوباره پس صاحب زندگی و اقتدار و وطن خود شویم تا در کنار مردم خود مسلوب سرزمین و وطن و مادر وطن شویم. البته این همه امتحان الهی است، خداوند این روزا را میگذرانه. کمی حوصله داشته باشین، چون نمیشه هر کار، هر تصمیم از روی احساسات گرفته شود. تصمیم از روی وجهت احساسات بدون شک که عواقبش دل ناخوشی می داشته باشه. تصمیمی بگیریم که خردمندانه بوده باشه و وضعیت و شرایط کشور، شرایط عینی کشور را باید دقیق درک بکنیم. هر نوع اقدام در جنگ جز تلفات دادن مردم از بین دست دادن و با آسیب مردم، مصیبت مردم رو بیشتر ساختن، چیزی دیگه به دست نمیاد. چون ما هر اقدامی رو که در جنگ فعلا میکنیم، نه تنها دشمن کاملا مسلط است که ما شما امکانات و تجهیزات مختصری اگر به دست داشته باشیم مکمل به اختیار نداریم و از همه بدتر که در برابر کل کشورهای همسایه، منطقه و دنیا قرار میگیریم. همه اینا یک تعدادی خبیثا مثل امریکا یا کسای دیگه، اینا مطلق طالب حمایت میکنن. مینیس یک گروه تروریسم و تروریستی برای جهت تامین منافع خود به خاطر کشور حریف خود در منطقه آسیب بزنن، از این استفاده میکنن. اما قسم چین، اما قسم کشورهای دیگه، بعضی کشورهای همسایه علیه امریکا استفاده میکنن. ما اگر هر اقدامی بکنیم در جهت ها و قطب های متضاد که کشورها علیه هم دیگر هستن، ولی در مورد داشتن رابطه با طالبان و تعامل هم فکر هستن، یکسان روش دارن، در برابر کل اینا قرار میگیره. های ما شما توانی را داریم که در برابر کل سادگی بکنید، در برابر کل کشورها نه. پس خرد سیاسی و منطق نظامی همین رو کم میکنه که آدم باید خردمندانه پیش بره و وضعیت تحلیل بکنه. بخیر باشین. از لطف شفقت تک تک شما که همیشه به تماس میشین، از ما پرسان میکنین، همراه رئیس بامین جان به تماس میشین، سلام شما را، اول شما را به رئیس وسیله میشن و طبعا سلام احترامی مرا رئیس به شما وسیله میشن. از تک تک شما تشکر میکنم. همیشه سرفراز و سربلند باشین. ما خوب یادتان هستیم، خدا با یادتان باشه. با امید یک روزی که از همه این مصیبت و مهاجرت و دیار و غربت و بی‌وطنی نجات پیدا بکنیم. موفق باشین، با عزت باشین.